به نام خدا. فریلنس اسم یه فیلمیه که خیلی جالبه. قراره فیلم جذاب کمدی و بزن باشه، ولی جذابیتش توی واقعی بودنش هستش. آماده شکست باش. باید چیکار کنیم میسون؟ فیلم فریلنس گزارش خبری از یک کودتای آمریکایی در یکی از کشورهای آمریکای جنوبی هسته. این یه کودتا بود. کودتا؟ لعنتی! من نمیتونم خودم رو قایم کنم. قایم شدن بهترین کاریه که الان میشه کرد. این فقط یه سوء قصد جانی توسط شورشیانه بود. اول اینکه به نظر که بوده و دوم در هر صورت اوضاع خراب شده. یک رئیس جمهور استقلال طلب قراره به زیر کشیده بشه و برادرزادش با حمایت نیروهای آمریکایی رئیس جمهور اون کشور بشه. صاحبکار من از اینکه عموی شما هنوز زنده سو داره دردسر درست میکنه خیلی ناراحته. به نظر میرسه افراد شما هم نتونستن عموی منو بکشن. پس قول قرارمون شروع متزلزلی داشت. صاحبکارای من میخوان مطمئن بشن که سرمایه گذاری اونا توی این مملکت در امان. روشن شد؟ بله شد. خوبه. متشکرم. یه نفر بمیره بهتر از مردن 1000 نفره. توی فیلم فریلنس ما میبینیم که رئیس جمهور این کشور فرضی علاقه داره منابع طبیعی کشورش رو که در تکنولوژی بالا مورد استفاده قرار میگیره ملی اعلام کنه و این ثروت رو برای کشورش به ارمغان بیاره، در حالی که نیروهای آمریکایی با کودتا و براندازی تلاش میکنن این منابع طبیعی رو، این خاک گران قیمت رو تسخیر کنن. یا به زودی خواهد فهمید که امروز شما از یک اقدام به ترور جان سالم به در بردین و در نتیجه تمام تیم امنیتی شما کشته شدن. متاسفانه آره. فکر میکنید کی پشت این کودتاست؟ سرزمین ما و منابع معدنی فراوان اون برای مدت طولانی تحت استعمار بیگانه ها بوده و این واضحه که این افراد توسط ریاست جمهوری حمایت شدن. برای سالهای طولانی من به مردم خودم پشت کرده بودم. CIA و SIS فقط ابزارهایم برای تاثیرگذاری بر رهبرانی مثل من که در همچین کشورهایی مشغول به کارن، ولی قدرت واقعی همیشه دست مدیرعاملا و سهامدارا بوده که دور از چشم مردم من میلیاردها دلار از منابع طبیعی ما سود بردن. پس میگین شرکت ها پشت این حمله بودن، درسته؟ من باهاتون بودم و سربازا به نظر حرفه‌ای می اومدن. چیزی هست که مردم نتونن بخرن کلر. فکر میکنی اقدام به ترور ترسناکه؟ سعی کن به مدیرعامل یه شرکت انرژی جهانی بری بگی برو به درک و تا پایان اون گفتگو شاهد افت 70% قیمت ارز باش. ولی پالدونیا یه فرصت دوباره پیدا کرده. اینی که تو دست منه لانتانیانه، فلزات خاکی کمیاب که هسته تمام تکنولوژی جدیده، گوشی تلفن، تبلت، ماشینای الکتریکی و دستگاه‌های MRI. شرکت‌ها میخوان از منابع ما سوء استفاده کنن، اونم با 100 ارزش واقعی، و منم بهشون گفتم این اجازه رو بهشون نمیدم و به خاطر همین میخوام منو بکشن. ولی پالدونیا تبدیل به تامین کننده شماره 1 که با ارزش‌ترین فلز جهان میشه. این هدف والای منه. از همینجا به همه دشمنان میگم حاضرم از جونم بگذرم، ولی نمیذارم و اجازه نمیدم منابع پالدونیا رو به تاراج ببرید. زنده باد پالدونیا! زنده باد پالدونیا! از جمله نکات جالب فیلم فریلنس اشاره به قدرت نرم در قالب کاراکتر خبرنگار زن هست. این خبرنگار البته توسط یک مرد قوی هیکل محافظت میشه. شاید همجواری خبرنگار زن و مرد نظامی قدرتمند اشاره میکنه به داشتن دوگانه قدرت نرم و قدرت سخت برای به ثمر رسوندن اهداف هر کشور. میشه چمدونم رو بهم بدی؟ چمدونم
باید تا شب نشده تو رو از اینجا ببرم. چه احتیاجی بهش داری؟ من وسط یک کودتا کنار رئیس جمهور این مملکتم. مگه چند بار پیش میاد؟ اول باید زنده بمونی تا اینجور ماجرا رو گزارش کنی. وقتی رسیدیم به جای هم گزارش تو بنویس. در واقع فیلم فریلنس چندین مورد رو به ما بازگو میکنه. یک، اهداف استثمارگرانه آمریکا در آمریکای جنوبی و دو، منابع طبیعی سرشار در آمریکای جنوبی که آمریکای شمالی دنبال اون هست و سه، روش‌های براندازی توسط کشور آمریکا. این فیلم یک فیلم هشدار دهنده و یک فیلم هوشمندانه هستش که چهره واقعی آمریکا رو برای مخاطبین خودش البته با روش‌های جذاب برملا میکنه. دخترها رو بیاری. سرهنگ برد؟ سرهنگ سابق SIS. تا دیگه کی هستی؟ نیروی ویژه اسبق ارتش؟ با منی؟ من وکیلم. ببخشید کارتم همرام نیست. کارت اینجا خیلی سخته. داری سعی میکنی دولت رو ساقط کنی. ساقط کنم؟ چی داری میگی؟ هیچ کس با وضعیت اینجا مشکلی نداره. مردمم اینجا رو با آشوب کشیده بودن. اون قدم جدی نبود. من اینجام تا حساب تو برسم. گفتی کاری که باید میکردن و کردن گروبان؟ نه، ولی من هیچ وقت بهشون نزدیک نمیشم. اسم ورگاس داره از زبونام میفته. کاری که کرد منو متعجب کرد. واقعا مرد ترسناکیه ولی خوش‌تیپه. پس بیا انجامش بدیم. موافقم. سیندرلا رو بیارید. وقتش ونگاس رو تحویل بدی و برگردی به جایی که ازش اومدی. اگه تا 5 ثانیه دیگه این کارو نکنی همکارتو جلوی چشمات میکشم. 1 2 3 4. خیلی خوب. باشه